آیا دوست دارید همچین دو شاخه رو بسازید؟ با من بیاین و این دو شاخه رو بسازیم. سلام بچه‌ها، به چنل من خوش اومدید. من امروز اومدم آموزش بدم که چطوری یک دو شاخه رو بسازیم. خب ما نیاز به یک دو شاخه داریم و نیاز به یک لاستیک دوچرخه و به یک چرم خیلی ضخیم که پاره نشه. این دو طرفش رو باید سوراخ کنیم. اینجوری دولاش میکنیم و با قیچی اینوشو قیچی میکنیم. از این ورم همینطور قیچی کنیم، این شکلی میشه. خب ما باید لاستیک دوچرخمون رو به اندازه 20 سانت برش بدیم. دو تیکه مساوی باید باشه. بچه ها اگه از این ویدیو خوشتون اومد ویدیو رو لایک کنید، کامنت هم برام بذارید، سابسکرایب هم کنید. خب بچه ها این همه دارم زحمت میکشم، ویدیو رو لایک کنید. اگه سابم نکردید از این میکنید سابسکرایب. خب بچه ها من اینطوری برش دارم و باید این تیوب موتور، این لاستیک موتور و دوچرخه چند تا خط داره. خب از این خطا رو قیچی کوتاه کنید و به شکل اینا در بیاد. خب بچه ما به 2 عدد لاستیک اینجوری نیاز داریم، مساوی باشن، و به 2 عدد لاستیک اینطوری حالا هم نباشن خوبه، کوچیک بزرگی هم باشه خوبه. این به جای دیگه است. خب و به 2 لاستیک کوچیکتر و خیلی کوچیک نیاز داریم. خب 2 تا لاستیکمون رو داریم و غیر میزنیم کنار، یکیشو برمیداریم، این هم به اندازه 2 بند انگشت اینجوری میذاریم، اینجوری. بعد با اون لاستیکایی که کنار گذاشتیم اینطوری باید ببندیمشون و باید محکم ببندیم که باز نشه. و برای بستنش انگشت رو میذاری اینجا، اینو میکشی میذاری لبه انگشت، بعد این شرکش رو میذاری زیر انگشتت و با اون انگشت میکشی، ست شد در. خب بعد میریم سراغ اینو باید اینجوری میذاریم، اینو دولا میکنیم، بعد میزنیم تو این سوراخه، بعد اینو اینطوری میبندیم. خب اگه کسی نیست کمکتون بده، اینجوری اینو میذارید اینجا پاتون، بعد از اینجا ناخنتون رد میکنید و ست میشه. بعد با همون کشای کوچولو اینطوری مثل من اینطوری باید ببندیش. اینجاش هم باید محکم ببندید که در نیاد. اینجوری مثل من وقتی ما هستید اینجوری گرهش میدید، باید شبیه این میشه. خب بعد اون یکیشو هم همینطوری انجام میدید و همون شکل میبندیمش. باید حتما اندازه باشه، اگه اندازه نباشه دیگه اندازش خراب میشه و بزرگ کوچیک میشه. بعد با همون کشای کوچیکمون اینطوری میبندیمش. این دو شاخه خیلی آسونه.
دو شاخ ما آماده شد. بعد بریم تستش کنیم. خب یه سنگ برمی‌داریم. خب اگر از این ویدیو خوشتون اومد ویدیو رو لایک کنید، کامنت، سابسکرایب یادتون نره. از این پایین سابسکرایب کنید و زنگوله رو هم بذارید رول که ویدیو جدیدی گذاشتم حتما بیاد. خب ممنونم ازتون که تا انتهای ویدیو با هم بودید و این ویدیو رو دیدید و لایک کردید. دمتون گرم. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار. خب بچه بیاین دو شاخمون رو امتحان کنیم. من میخوام بزنم به اون بطری که اون بالا گذاشتم. زدمش. خب بچه بهتون آموزش بدم که چطوری هدف گیری کنیم از این وسط. خب از این وسط این دو شاخه، از اینجا باید هدف گیری کنید. از اینطوری چشمتون اینجا باشه. بعد از روی از این وسط به وسط دو شاخه بگیرید و هدفتون رو روی بطری یا هر چیزی که میخواید بزنیدش رو انجام بدید و نفستون رو حبس کنید و شلیک. خب بچه دمتون گرم. ویدیو رو لایک کنید، کامنت هم بذارید، برای دوستانتون ارسال کنید و تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار. آسمون به زمین بیاد من دورت میگردم. ممنون از خدای خوبم که تو رو پیدا کردم. هر جا تو باشی میدونم آروم میگیره دردم. آسمون به زمین بیاد من دورت میگردم. ممنون از خدای خوبم که تو رو پیدا کردم. دلم با تو باشه خوب آروم میگیره دردم.